دوستان عزیز سلام، خوش آمدین به این ویدیو. من امید هستم. در اپیزود قبلی راجع به comparative adjectives یعنی صفات مقایسه‌ای صحبت کردم و گفتم که صفات مقایسه‌ای اگر بخوایم در زبان انگلیسی دو چیز را با هم مقایسه کنیم، فقط کافیه که در آخر صفتمان تر اضافه کنیم. مثلا زیباتر از، خوشگلتر از، یا قدیمیتر از، پیرتر از. و اما در این ویدیو میخوایم در مورد superlative adjectives یعنی صفات برتر یا صفات عالی صحبت کنم. فرض کنید یک گروه هست یا یک جمع است و تو میخوای بگی قدیمی ترین یا زیباترین. این ترین superlative adjective هست، صفات برتر یا صفات عالی هست. امروز میخوایم در این باره صحبت کنیم. خب از 3 تا قانون در اینجا نوشتم. اولین قانون ما one syllable هست. کلمات و لغات که یک بخش هستن، یک سیلاب هستن، مثل rich یعنی ثروتمند یا پولدار، rich. hot یعنی گرم، hot، یک سیلاب هست، hot. یا cold یک سیلاب هست، یک بخش هست. big یعنی بزرگ، کلان. noisy پر سر و صدا، noisy. old یعنی قدیمی یا کهنه یا پیر، old. young یعنی جوان. خب همه این کلمات یک بخش هستند، یک سیلاب هستند، rich، hot، cold. کلمات و لغات که یک بخش هستند و استفاده میکنیم به اضافه adjective، به اضافه est یا st. خب est برای کلمات اضافه استفاده میکنیم که در آخر ها ای نیست، مثل big، cold. و est را برای کلمات استفاده میکنیم که در آخر آنها ای دارد، مانند nice. دیگر لازم نیست که بازم ای را تکرار کنیم. خب مثلا Quran is the oldest book in the world. Quran is the oldest book in the world. یعنی قرآن قدیمی ترین کتاب در جهان است. Quran is the oldest book in the world. خب فقط کافیه که قبل از صفت ما the استفاده کنیم، در آخر صفاتمان est استفاده کنیم، اضافه کنیم. Quran is the oldest book in the world. India is one of the hottest countries in the whole world. یعنی ایندیا، هند، یکی از گرمترین کشورها در جهان هست، در کل جهان هست. هند یکی از گرمترین کشورها در کل جهان. قانون دوم two or more syllables، کلمات که دو یا بیشتر از دو سیلاب هستند. برای اینها قبل از صفتمان the most میاریم و بعد به اضافه صفت، مثل کلمات dangerous یعنی خطرناک، dangerous بیشتر از یک سیلاب هست، dangerous 3 سیلاب هست، dangerous. یا beautiful 3 سیلاب هست، popular 2 سیلاب هست، popular. complicated 4 سیلاب هست. dangerous یعنی خطرناک، beautiful یعنی زیبا، popular یعنی محبوب، مشهور، complicated یعنی پیچیده. And in my opinion the most beautiful place in Oregon is Mount Hood. In my opinion the most beautiful place in Oregon is Mount Hood. یعنی به نظر من زیباترین مکان در اورگن is Mount Hood هست. اورگن یکی از ایالت‌های آمریکا است. به نظر من یکی از زیباترین مکان‌های اورگن Mount Hood هست. یا It's the most complicated question he has ever seen. It's the most complicated
question he has ever seen. یعنی it's the most complicated، یعنی یکی از پیچیده ترین سوالاتی است که او تا حال دیده است. He has ever seen یکی از پیچیده ترین سوالاتی است که او تا حالا دیده است. قانون سوم irregular adjectives یعنی صفات بی‌قاعده. خب صفات بی‌قاعده نه est میگیرن نه the most میگیرن. اینها بی‌قاعده هستند. مثل کلمه bad تبدیل میشه به worst. bad که bad هست، worst یعنی بدترین. good یعنی خوب. best بهترین. many یعنی کم. least یعنی کمترین. That was the best film I've ever seen. That was the best film I've ever seen. یعنی بهترین فیلم بود که تا حالا دیدم. That was the best film I've ever seen. That was the least I could do. That was the least I could do. یعنی کمترین کاری بود که میتونستم انجام بدم. فرض کنید به شما کسی میگه که thank you a lot و بعد شما میگین که that was the least I could do. That was the least I could do یعنی کمترین یا کوچکترین کاری بود که میتونستم انجام بدم. این ویدیو درباره superlative adjectives بود، یعنی صفات برتر یا صفات عالی که برای کلمات one syllable، کلمات و لغات که یک بخش هستند، مثل rich, hard, cold, big, noisy, old و young. قبل از اینها یک حرف تعریفی the استفاده میکنیم. این صفات را بدون کدام تغییر میگذاریم و بعد از اینها est یا st اضافه میکنیم و برای کلماتی که دو یا بیشتر از دو سیلاب هستند مثل dangerous, beautiful, popular و complicated. خب قبل از این صفات the most میگذاریم و به اضافه adjective و صفتمان را میگذاریم. و قانون سوم این بود که بعضی افعال به قاعده هستند مثل bad تبدیل میشه به worst. bad که bad هست worst یعنی بدترین. good یعنی خوب. best یعنی بهترین. many کم. least یعنی کمترین. خب اگر این ویدیو مفید بود حتما لایک و سابسکرایب کن. تا درس بعد خدا نگهدار.